سلام دارم خدمت دوستان عزیز. خب دوستان، من امشب میخوام یه چیز خیلی مهم رو خدمت شما عرض کنم. ببینید، جمجمه کامل بسیار قدیمی، احتمال دوم قبل از اسلام مسیح. توجه کنید ببینید استخون چه شکلی بود. و مهمتر از همه چیز دوستان، ببین جراحی شده. چند هزار سال قبل این جراحی شده. ضربه‌ای که خورده، ببین کامل این جمجمه یا کله سر، خونه کله سر جراحی شده. اینم از صورت، رخ، بینی